ویدیو یه نقشه است برای گم نشدن توی جنگل پیچیده قدرت، مردم و حکومت. بیا با هم ببینیم چه مدل‌هایی برای اداره یک کشور وجود داره. هر کدوم چه وعده‌ای میدن و کجاشون میلنگه. پادشاهی نوعی نظام حکومتیه که در اون کشور توسط یک پادشاه یا ملکه اداره میشه. قدرت در این نظام معمولاً به صورت موروثی و از نسلی به نسل دیگر در یک خانواده منتقل میشود و اغلب به فرزند ارشد میرسد. کشورهایی مثل بریتانیا، ژاپن، اسپانیا، سوئد و عربستان سعودی نمونه‌هایی از نظام پادشاهی هستند. پادشاهی شکل‌های مختلفی دارد. در پادشاهی نمادین، پادشاه یا ملکه قدرت سیاسی و اقتصادی واقعی ندارد، مثل بریتانیا، و کشور در عمل توسط دولت پارلمانی و نخست وزیر اداره می شود. اما در پادشاهی مطلقه، پادشاه یا ملکه اختیار تصمیم گیری درباره تمام امور مهم کشور را دارد. یکی از معایب پادشاهی این است که ممکن است افراد نالایق فقط به دلیل موروثی بودن قدرت به حاکمیت برسند. این مسئله می‌تواند باعث کاهش دموکراسی و افزایش احتمال سوء استفاده از قدرت شود. سوسیالیسم نوعی نظام حکومتی است که در آن کارگران و مردم می‌توانند مالکیت داشته باشند، اما توزیع کالاها و خدمات توسط دولت مرکزی کنترل می‌شود. هدف دولت این است که منابع به صورت برابر توزیع شوند تا همه شهروندان فرصت‌های یکسانی داشته باشند. چین و کوبا از نمونه‌های شناخته شده کشورهای سوسیالیستی هستند. هرچند اغلب این کشورها خود را جمهوری می‌نامند، اما بر اصول سوسیالیسم مانند توزیع برابر کار و دارایی و حذف طبقات اجتماعی تاکید دارند. یکی از دلایل محبوب نبودن سوسیالیسم نبود انگیزه فردی است. چون اگر کسی که سخت‌تر کار می‌کند همان اندازه پاداش بگیرد که فرد کمکار، انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر باقی نمی‌ماند. این موضوع می‌تواند در نهایت به ضعف یا شکست اقتصادی کشور منجر شود. دموکراسی نظامی است که در آن مردم حاکمان اصلی کشور محسوب می‌شوند. این مفهوم ریشه‌ای بسیار قدیمی دارد و نخستین بار در آموزه‌های سیاسی و فلسفی یونان باستان و شهر آتن شکل گرفت. در دموکراسی، مردم با رأی اکثریت، رهبران و قوانین کشور را تعیین می‌کنند. این نظام فضایی فراهم می‌کند که در آن حقوق بنیادین انسان‌ها محترم شمرده می‌شود و افراد می‌توانند آزادانه اراده خود را اعمال کنند. کشورهایی مانند نروژ، سوئد و نیوزیلند از دموکراتیک‌ترین کشورهای جهان هستند. با این حال، یکی از مشکلات دموکراسی می‌تواند بی‌ثباتی سیاسی باشد، زیرا تغییر مداوم رهبران ممکن است تصمیم‌گیری‌های بلند مدت را دشوار کند. خودکامگی. در نظام خودکامه، تمام قدرت در دست یک فرد یا یک حزب حاکم متمرکز است. تصمیمات حاکم خودکامه هیچ محدودیت بیرونی ندارد و باید بدون چون و چرا اجرا شود. در این نظام، مردم هیچ نقشی در امور کشور ندارند و آزادی‌های مدنی آنها به شدت محدود می‌شود. خودکامگی در طول تاریخ به ویژه در پادشاهی‌های مطلقه بسیار رایج بوده است. اتحاد جماهیر شوروی در دوران حکومت ژوزف استالین نمونه‌ای از خودکامگی مدرن بود. بزرگترین خطر این نظام سوء استفاده گسترده از قدرت و تبدیل حاکم به دیکتاتور است. فدرالیسم. در حکومت فدرال، قدرت حاکمیت بین دولت مرکزی و مناطق یا ایالت‌ها تقسیم می‌شود. دولت مرکزی رهبر کل کشور است، اما به ایالت‌ها اجازه می‌دهد امور داخلی خود را مدیریت کنند. این ایالت‌ها قوانین و رهبران خود را دارند، اما کشور مستقلی محسوب نمی‌شوند. هدف فدرالیسم افزایش کارایی است، به ویژه در کشورهای بزرگ که اداره مستقیم همه مناطق از مرکز دشوار است. ایالات متحده آمریکا نمونه‌ای مشهور از حکومت فدرال است. یکی از معایب این نظام نابرابری اقتصادی بین مناطق مختلف است، چون برخی ایالت‌ها به منابع بیشتری دسترسی دارند. اولیگارشی به معنای حکومت اقلیت است. در این نظام تعداد محدودی از افراد ثروتمند یا قدرتمند بر کل کشور حکومت می‌کنند. این افراد معمولاً از طریق قدرت مالی یا نظامی به جایگاه خود می‌رسند. برخلاف پادشاهی، قدرت در اولیگارشی لزوماً موروثی نیست، اما می‌تواند برای نسل‌ها در دست یک گروه باقی بماند. بسیاری معتقدند که با وجود ساختار فدرال، نفوذ شرکت‌های بزرگ باعث شده آمریکا در عمل شباهت‌هایی به اولیگارشی پیدا کند. بزرگترین مشکل اولیگارشی افزایش شکاف طبقاتی است، چون تصمیمات معمولاً فقط به نفع ثروتمندان گرفته می‌شود.
جمهوری مفهومی است که از آموزه‌های افلاطون، فیلسوف یونان باستان سرچشمه می‌گیرد و پایه بسیاری از حکومت‌های مدرن است. در جمهوری کشور متعلق به مردم است و شهروندان حق دارند در تصمیم‌گیری‌های ملی مشارکت کنند. رهبران کشور به نمایندگی از مردم انتخاب می‌شوند و باید منافع همه جامعه را در نظر بگیرند. تفاوت جمهوری و دموکراسی در این است که در جمهوری مردم مالک دولت هستند، اما در دموکراسی خالص مردم خود حاکم محسوب می‌شوند. یک کشور می‌تواند همزمان جمهوری و دموکراسی باشد، مانند فیلیپین. کمونیسم به دنبال ایجاد جامعه‌ای بدون طبقه اجتماعی است و این هدف را از طریق کنترل کامل منابع توسط دولت دنبال می‌کند. حزب حاکم که معمولاً اقتدارگراست، تمام تصمیمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را کنترل می‌کند. در کمونیسم مالکیت خصوصی حذف می‌شود تا منابع به طور برابر میان مردم تقسیم شوند. در حال حاضر چین، کوبا، لاوس، کره شمالی و ویتنام کشورهای کمونیستی هستند. یکی از دلایل شکست کمونیسم نقض گسترده حقوق بشر و سوء استفاده از قدرت است. آنارشیسم به نبود حکومت مرکزی اعتقاد دارد. هدف این نظام نه تنها تمرکز زدایی بلکه حذف کامل دولت و خودگردانی مردم است. برخلاف تصور رایج، آنارشیسم لزوماً به هرج و مرج منتهی نمی شود، زیرا بر همکاری داوطلبانه و آزادانه افراد برای بهبود جامعه تاکید دارد. این نظام با سوسیالیسم و کمونیسم تفاوت دارد، چون توزیع برابر منابع را الزام نمی‌داند، بلکه بر حق برابر خودگردانی تاکید می‌کند. مشکل اصلی آنارشیسم این است که اگر افراد فقط به منافع شخصی فکر کنند، جامعه ممکن است به آشوب کشیده شود. نظام ریاستی. در نظام ریاستی قوا از هم جدا هستند. رئیس جمهور در رأس قوه مجریه قرار دارد و مسئول اجرای قوانین است، در حالی که قوه مقننه وظیفه تصویب قوانین را دارد. بیشتر جمهوری‌های دموکراتیک از نظام ریاستی استفاده می‌کنند. کشورهای مانند کره جنوبی، فیلیپین، نیجریه و اندونزی نمونه‌های آن هستند. عیب اصلی این نظام تمرکز بیش از حد قدرت اجرایی در یک فرد است. نظام پارلمانی. در نظام پارلمانی، حزبی که بیشترین کرسی را در مجلس دارد، دولت را تشکیل می‌دهد. رهبر حزب نخست وزیر یا صدر اعظم می‌شود و کابینه را تعیین می‌کند. نخست وزیر می‌تواند با رأی عدم اعتماد برکنار شود. این نظام می‌تواند در کنار پادشاهی هم وجود داشته باشد، مانند ژاپن که پادشاه نمادین دارد اما دولت پارلمانی است. مشکل اصلی این نظام بی‌ثباتی سیاسی و درگیری مداوم احزاب است. حکومت قانون اساسی. در این نظام قانون اساسی پایه و چارچوب همه قوانین کشور است و حدود قدرت دولت را مشخص می‌کند. بریتانیا یک پادشاهی مشروطه است و آمریکا یک دموکراسی ریاستی قانون اساسی. ضعف این نظام آن است که تغییر قوانین مهم نیازمند اصلاح قانون اساسی است که فرایندی پیچیده و زمانبر است. تمامیت خواهی. این اصطلاح نخستین بار توسط بنیتو موسولینی در ایتالیا مطرح شد. در نظام تمامیت‌خواه، دولت تلاش می‌کند همه جنبه‌های زندگی مردم از سیاست و اقتصاد گرفته تا باورها و ارزش‌ها را کنترل کند. در این نظام، آزادی فردی عملاً سرکوب می‌شود و همه چیز باید تحت فرمان دولت باشد. کره شمالی نمونه‌ای بارز از نظام تمامیت‌خواه مدرن است که برای چند نسل توسط یک خانواده اداره شده است. مانند کمونیسم و خودکامگی، این نظام نیز به شدت مستعد نقض حقوق بشر است. اما ایران یک نظام ترکیبی دارد که جمهوری اسلامی نامیده می شود. یعنی از یک طرف ساختار جمهوری دارد و مردم رئیس جمهور و مجلس را انتخاب می کنند. اما از طرف دیگر قدرت نهایی در دست نهادهای انتصابی و دینی است که بالاتر از رأی مستقیم مردم قرار می گیرند. به همین دلیل ایران نه یک دموکراسی کامل است و نه یک حکومت کاملا خودکامه، بلکه مدلی خاص است که در آن رأی وجود دارد اما همه تصمیم‌ها الزاماً از رأی عبور نمی‌کنند.